یک نفر گفتست خواهر ما بیراحه شده است ولی پدر و مادر از او پشتیبانی میکند. خیلی سعی کردیم، حرکت کردیم، مقصد حتی در خانه بندیش کردیم، محکم کردیم تا که مقصد بیرون نبراید، دست به همین کارهای فحش فاحشگی نزند، آبرو عزت خاندان ما را پایان نبرد. لیکن مقصد باز پدر و مادر او را دستگیری میکنند، پشتیبانی میکنند. برادر عزیز و گرامی، در این مسئله مادامی که شما اگر این خیل بگیری از پدر و مادر در شما با او خواهر غمخواری. وقتی پدر و مادری که خواه بچهش خواه دخترش وقتی شبگرد می شود، وقتی بیهوده گرد می شود، وقتی که گویم که با اصطلاح های خودشان یعنی عشق ورزی میکنن و دست به همه کارهای مقصد حرام و حریج میزنن، در این حالتا پدر و مادری که این خیل فرزند دستگیری کرد، این پدر و مادر یعنی معلوم است که در حق فرزندان جفا کردگیند. برای همین دادرها و خواهرایی که هستین، وقتی شما غمخواری میکنین، وقتی شما در همین کار همونا مقابلین، ناراحتین و نمیخواهین که هیچ وقت همه انسان به همین کارا دست زنه، بله هر یک کدام ما تو عزت داریم، آبرو داریم، وقتی او با این کارهای نادرست که چنگ زد، شما که وقتی غمخواری کردین، دو کردین، شما گردنهای خودتان ساقط کردین. یعنی انشاءالله شما در پیشگاه الله مهربان هیچ جوابگاری ندارین. لیکن به هر حال حرکتتون نکنین. حرکتتون به معنای که فهمونین. یعنی یک دوره دیگر، یک دوره های آمده است که خلاص همین دست بالا کرده که علاکه 100 گپ خبر در بالات می شود. برای همین لازم نیست شما با طریق فهمانده دهی از همه در چیزی بهترین مصلحتش بتین. همون کاری را که همون میکنه برای چی میکنه؟ برای مبلغ کنه، یگان مبلغش بده. برای یگان سر لباس کنه، سر لباسش بده. برای چی میکند مقصد؟ برای چیزی که میکند شما علت همون را فهمین و همون درد همونجا را دوا کنین، انشاءالله این هم از شما یک خدمت میشود. خدا خواهی آدم هم که شما اگر در رای درست هم که برده تورین، پیش الله مهربان اجر پاداش میگه. ولی پدر و مادر هم باید در این چیزا به اهمیت نباشین.